شتانی که جیجم چه خاله؟ خیلی سلامت. یونجه را تیار هستی در خدش خواه بود. شتانی؟ شکر. اول تو خوبه؟ شکر. یا ولی طرفا. قرار گرفتی جونجه را ساعت خوبه؟ شکر. خیلی گله جو. باشم یک گلسه بیاره بخورم خوبه؟ همین قربان شما یخ داره؟ یخ داره. خوبم. چیگه پای گله جو. چیگه پای. خوبه دیگه. بشاریم. چی عجب سلام آمدی. کجی؟ مادر سلام میگفتن خب ما صبح شو بخیر خوشی خیشا خسرور خود ما میمون داره عروسه خود یک بلوگ مفخور فقط اینا خیشا خسرور خیشا بلوگ من هم فقط سل آورده بلوگ یک زده اینا مادر ما اینا میمون کردم من گفتم که مادر ما گفتم برو پیش کجی بچه خاله خوب برای به من مخبختا انا برای ما چند گوری نون گپ بزنه شما باش بس خونه. کجا؟ باش بس خونه. باش بس خونه. من گفتم برای گپ زنه. انا خاطر ما عقل کمال من نمیکشانه. تو عقل کمال تو میکشی. گیلک جو من کار دارم. مادر میگفتم. کار نیم. من مرتکا بیزی میدم. با خدا من مرتکا گپ میدم بیزی میدم. همینجوری سکون کدوم من نانه. نمی نانه. بگم کسی کار داره. الو نه ما بیام الان مثلا خالی خواه آمد و من خالی میگه که چیزه خالی میگه که من کار دارم من کار دارم خالی دوباره تنین پخته دارم خالی من اون پخته دارم کجی میگه من کار دارم بدی دست چی بگم؟ ما بله سلام خالی جان خوبی؟ شکر زنده باشه سلامت باشه شکر الحمدلله همگی شکر بابا یلا کده که کجی خاله نه رد الحمد بابا رد یک ذره خوش آمد یلا همگی لگ مار و قبل نمیگذاره خاله بیامده میگه ما میمون داریم بیا برو باش پس خونه با ما جنگوری نونی گبزی 35 ثانیه دیگه وقتش 35 دقیقه دیگه گوشیمت خلاص میشه خوبه خاله خوبه یعنی 34 نون ماهی بیدا به یک عروس میمون کردن خاله در خبری شما داره مال 100 نفر شما ما نون دی چه کار کنیم فقط اینا میگه به سوال قطع اومده خوبه خاله جو خوبه مادر مینام به اوی سرامین پخته دارم بابا خاله مرچن ما بیاییم بعضاب میشین خاله جو ریزی به زمان نمیشن بعضاب نمیشن اختلاف میکنی تا صبح خدا گردن و بعد میشه اختلاف میکنی خوبه خاله جگر خوبه خیلی بکن مادر عباس را میرم خوبه ما خودی گلک میرم گم میزنم نه الو نه چیزه برو مثلا دادی خواهم برو گوشینو خاموشه به خوارزادی خواه عباس بگم یا به مادر یا خوبه بگم امشب بیاین نه بعد به عباس بگم به بخو بگو نه خوبه خدا حافظ میری خودی ما میگم کجا؟ به آشپز خونه دیگه نه قد نکنه قیخ نکرد میگم میرم خوبه 40 گوری نون خاله به میگه دم بله میتو بینید در سال عباس اینا او را میگه بی جلو خود دیگه خوارزاده منه دیگه نگم میفهم یعنی میگه بی جلو خود میگی نه من عقل نمیکشید یا رستی میگه زنگ زدم گوشینو خاموش عقل تو نمیکشه بله
در کوی فلک فریادو کردم حالا گل دانه 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 سلام علیکم. سلام اشتری کنی جا بخیر، خیر سلامت. سلامت اشتری بابا جان اشتری خوارزاده خیر می سلامت جنجه را آل خوبه ندیدم ببخشیم دیگه خوبه چی گپایه خیرتی شکو زنده بشی میخوام بیای چای بخوریم نه در ببند بیا که در جی. ببند هفته و سرخه میگم عباس بله. مثل که مادر من زنگ زده بیدم باشه زنگ بزنم خب خود زنگ دادم دیگه زنگی ما چکو. ها؟ برای اینا بگو دیگه شب میمونیم بخونیم ما. عباس بله نانه می گفتم امال زنگ زده ما میریم ما بخبخ که میریم نون گپ بزنیم باش فهمیدی؟ بس خونه. آه اما خود چیزه انا خشم عروس خبر کردم یک بلوک سرقی بیامدم خب بلوک مفخوره فقط خب. اینا سیل آورده بله. انا خشم برار می گفت اگر خالزاده خو خوار کنم بگو که سبا شوی بیایم به شرطی بگو خود نیره که بگو تو قاطع شدن بگو تو یک سر گپ مف میگه ای های انا گیلا نه ما با تو میگم دیگه خب فهمیدی؟ نماست کی نمایه؟ نمای ما نمیایی خب. مادر تو گفتم الو نه عباس میگه نمایه کی بگم؟ نماست نه نواسی شما میگن نمایه ما نمیاییم میگیم بعضاب میشیم میگیم بعضاب میگه ما به عذاب میشیم شما بعضاب میشیم شما به عذاب میشین شما بگو شما بعضاب میشیم نمایه میگه شما به عذاب میشین بده سلام نانا خوبی بخیرین شکر فضل خدا سلامتین شکر زنده باشین سلامت باشین گفتم نمایه خور به عذاب نکنین گفته شما خوشا شما نانی میگه دختر ما نباشد من به گلوم تا نمیره مثل گل میگم نه با من هر میمونی که مدام من نه کل شما خوش نی نه نانی میگه اگه دختر ما نباشه اصلا نون انگار کو به گلوم مثل گل سنگی بری تا میره خوبه نه جون خوبه خدا حافظ خوب الو قطع کن اکا بیا خون چای بخوریم مینی بیا بریم من کم درس دارم بیا بریم ما چه خوار زدگاه خود بکردیم بیا بریم خودمون گپ بزنیم هر چی بیشتر باشیم مردم گپ نمیده هانه کجی هستی دیگه شما برین خودت من کم درس دارم ها با میایم بخیر خداحافظ مامان خوش آمدی خداحافظ حتما بیا سکو بجی ای بچه خاله من بیگانه نیه صحیح. بابو تو کاست اول جو بابو تو نیه خوب دیگ نشش نه خیره دیوم از این بابو تو حال سندی از او بگدشته قلبه خود با بخته بگدشته به سر میخ انال میره اونجا به پیش زنکا میشینه یک چیزی مثلا میگه که تا زمانی که زنده باشیم همون خیشا برار من اونا از ما دق میشن درسته؟ میگه شما همین بابو خود میشناختین چه دیر بگفتین بیای چه داری نمیای خداحافظ 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 عباس. شما شو بیای حتما سو وقت بیاین خوب چاش باشیم با شما نون میخوریم خوب کی نمیگه بله ها işte تو بگی لگجام بخیر شنیده زنگ که بگیری یا نمیدی بیا داخل بیا داخل دار باشه دیگه بیا ما بیا سلام گلک جان جنجول خیریته خوبی خیریه جنجوله خیری شکر فضل خدا شتم خانواده یاری جنجوله شکر سلامت باشی هم یه دفعه که گلک جان زنگ نمیزنی دیگه تا پنجی من میجی ببند مون پنجه تو به من میمونه گردن ببند من تو بشیش بروی چه خبر؟ بوق می آماد آه اونجا با خاطر تک کوچه میگرد خیر باشه نفس داره میگیره چه خبره خیریت انت نفس سوخته ای بیا مادون دیگه مادر من گفتم با خاک که دیگه گفتم من چیز که برو خشا خسر خور چه شما چه کار برار منه
ما دیگه خیشا شمانیم، برار شما دوماد نمیشه. برار شما گوری برار شما. هنو نمیفهمی؟ میفهمم. من همین زبون ما به سر خیشا خسرو من نمیفهم. خیشا خسرو منه نه خیشا غده. مادر من گفت اگر نبریم از اینا ایدگل اگه دیدیم مادر اینا دیدیم سلام بگیم من بگیم که شما صبح شو لوکه میمون مانیم. ما عروس خور میمون کردیم. انا ما زحمت میشین گیلک جان. بله. به زحمت میشین روزای عید ما خود موارد باور کن میمون داریم. یک میمون میره یکی میاد. عید مرتقا کو خلاص شده باشه. تا چلو من تا یک ماه دو ماه از عید بره باور کن میمون میته پشت سرم میرفت. خود زنکا میان سیاسرا. هم زنکا دیگه بلا خود شما هم به زحمت میشین. خود شما کو بلار شما کو دور از سر شما نباشه. دور از سر شما نباشی شما کو زن نی. زنکا میام ایدی به پیش زنکا. خب خیره. حالا میگم خود شما به زحمت میشین باور. اشتو به زحمت. نه ما مادر ما تکبر اول اونا بو که وکیشه. انا بعد بیا برو نگرا که دیگه با مخبخ نون بیاره. ما با شما هم مخبخ نون میاره. منظور تو آشپزخانه بیرونه؟ از کجا؟ مطبخ بیرون. مطبخ بیرون. زحمت میشیم به خدا. گوگت بینید با ما عروس خور خیلی مادر میگفتم ما عروس خور خیلی ماییم. اونا مردم خوبی هم مادر مردم میگه. بیا خود شما. پیر من بو گفته که عروس ما خیشا ما خیلی آدما گلی هم ارزش اینا دارن. سلامت باشن. گفت مادر میگفته که ارزش دارن که ما بریم از اصلا مزیدون گری بکشیم. خیر بنه خانه شما آقا. خونه کی؟ سبا شو بخیر. کی؟ میمونی. برای سبا شو گفتم. شما میمون مانیم لوکه. ها راستی مادر میگفتم برو به جونا بگو شما خورا خور میگین، شما دومادا خور میگیم، شما مادرها خور میگیم، هر کسی که میگیم با ما بگین که ما از این اندازه نفرا شما نون بخوتیار کنیم. یعنی قربون نزدیک میگیم باشه یک لیست میگیریم برای تا سبا شو که وقت زیاده. این شو ما برای شما با زنگ میزنه. خوبه؟ سعی کنم چند نفر میشه. خوبه. خوش که چای هم تو بیارم چای هم. نه هوا گرم میشه الان. میوه بیارم باشه که. هسته. خب. بشی یعنی میاد. ما این تلایلی کنیم تا خورده میرم. میگوری خدا خشکه یا تر؟ خشکه. تلایلی نکنی کیسی من هست 2 تا کیسه دارم. وقتی بیارم کیسه. خوبه. ما نون ماییم. چند بولی نون ماییم ماما جو؟ میگو برارمه. بله. ما میمونی داریم همین خیشا خو میمون کردیم. ما نه خیشا مانه دیگه. میمون خیشا شمانه. خیشا مانه. خیشا از اینایه. خیشا مانه. 110 نفر 120 نفر اینا خبری دارن. 40 بولی نون ماییم پس. 40 بولی نون ماییم. الان ما برای جو از 600 داریم تا به 1.5 هزار. هر کدومی که شما ماییم. همه 40 گوری به 1.5 هزار. نه ارزش گوری مثلا قیمت این گوری از 600 گرفته تا با 1.5 هزار روپیه. کدوم مخواهیم؟ بله. همون 600 خوبه. آخری میشه 600. باشه بنانه خود زنگ زنم من. بگو از 600 دارم تا به 1.5 هزار. نه تا به 1.5 هزار. مرغ داره، گوسفند داره، فیلمی داره، نوشابه داره، نون داره. الو نه اینا میگم مرغی هم داره گوسفندی هم داره خودی نونا میدم به 600. ایده نگو. مرغی هم داره گوسفندی هم داره نمی گوی هم داشته باشه. بگو همه گوری مکمله دیگه. خوریشا خوب کامل داره برار ماست داره. نوشابه ماست داره. نه گوش کش ماما میگه ماست داره. 2 پیاده هم داره. برار جو نیم کیلو مرغ داره، نیم کیلو گوسفند داره، به 800 روپیه پیپسی داره، سرریز داره، ماست داره. اگه میشنویم بشنویم صدا ماما مرتکاکه. بگو همه خوریشا خوب خوریشا لوکه داره. مکمل ماست هم داره. ماست هم داره. 22 هم داره. اونی چنده؟ 800. نیم کیلو گوشته. نیم کیلو گوشته ماما. چی نانه؟ گفتنو. ماما مادر میگم چند نمی میگم لوکه پولا شما چند نمیشه؟ امی 800 40 قوری شما 32 هزار. 32 هیچی
میارم. رفت آمد ما بیاریم. رفت آمد میارم. نون حتی توزیع هم ما میکنیم. میگم اینا چیکار میکنی؟ نون توزیع میکنیم ما. توزیع میکنی؟ تقص شما بگیم به مادر خود میفهمم. نه اینو میگم نون توزیع میکنی. چی نه ببخشید شما خیال نکنید. خوبه. نه. خوبه داره. با خدا سه میشی خیلی گوشت همون زن عشق که میگم روی میام مرغا اونه میگم پخت کندله. خوبه. دلجان باشی. بچه خالقت معلم اینجا خداوندی کلونتر نکنه همین چیه. خدا حافظ برکه نامرم میشنوه. صداش من ماما هی از این چیز سایی میکنم ماما آشپزخونه سایی میکنم ماما نه چوب کنه بگه خدا حافظ. خب برو رقمه بله. خدا رو بگن دب زنی پولش من حال من میارم. ما همه چیل قیریم امو قیری از دست سیه با ما به دگشی به دگشی نه دیگه به سباشه. سباشه همون سباشه. سباشه. تو میگی دگشه. بیونه به ما بیاوردیم برار چند بیونه آوردیم اینجا نوشته کنم. خب سیه بله. ما فاکتور سیه ما فاکتور شما نوشته کنم. ببخشید برارم که این بچه خالی کمبود داره عقل کمال کمتره. خدا بخشه برارم گپ پینه به اسم کی نوشته به کنم؟ اسم گیلا اسم بیاری اما من اورو نه ما اسم بیاری چیل غوری بیداو بلیا همون قوری از تجربیه بفهم